یه دقیقه این ویدیو رو ببین و برگرد. عزیزم اینم کادوی سالگرد ازدواجه. امین مبارک این ازدواج. چیه؟ آیفون 17؟ بچه ها دیدین همیشه میگفتم شوهرم هیچی برام کم نمیذاره. یعنی حالم ازت به هم میخوره پیمان. شوهر متینه براش آیفون 17 پرو مکس بعد بگیره. بابا من صبح تا شب دارم مثل سگ میدوام، به هیچ جام نمیرسم. دوباره شروع نکن خواهشم. برو بابا بی ارزه. خدا شانس بده. دیدی شهر متینه خانم چی براش گرفته بود؟ آیفون 17. من دیگه تحمل ندارم. یا تو چند روز دیگه برام این آیفون 17 رو تو هم میگیری یا دیگه اسم منو نمیاری عرفان. خودت میدونی. یعنی چی تارا؟ تو خودت میدونی من برای خرید خونه چقدر چه کشیدم بده کار. به من ربطی نداره، همین که بهت گفتم عرفان. چه بقیه رفتم؟ به درکه رفتن. اصلا مرد شوره این زندگی هم میخوام ببرن که من باید برم طلاهامو بفروشم که تو بیای تو جنب من آیفون 17 بدی بی ارزه. انقدر درگیر چشم و همچشمی با دیگران شدید که یادتون رفته زندگی مشترک یعنی با هم تلاش کنید و به موفقیت برسید، نه اینکه انتظار داشته باشید یکی دیگه کار کنه و زحمت بکشه و شما فقط پادشاهی کنید.